بیا سینا بخارای نوی ما را تماشا کن. دوشنبه شهر گلریز دلارا را تماشا کن. کاخ نوروز است با فکر من. عجایب منظره تاجیکستان شهر دوشنبه. انا احمد نتیم با کوهایی که ما را احاطه کرده است در دوشنبه برف پوش هستند. بینید کوهها برف پوش هستند. شهر دوشنبه عجایباتی مملکت ما را بینید. لیکن در دهات همه درختها گل کردند. در بعضی منطقه شهر هم بعض درختها ما اهمیت دیدم گل کردند. خیلی زیبا است. هوای تاجیکستان منظره هایش. این همین کلی کمسمال میگفتم پیشتر رو همون منطقه. اینجا با فکرم زوپارک باغ حیوانات هست. باغ حیوانات هست. دوشنبه هم شهر زیبا شده است. بسیار عجیب است. من این نوار را برای نفرانی که دور از وطن هستند خوب ببینم. وطن عزیز را بینید چقدر مفید شده. بینید هذا کنار ندارد. سر ماشین اما از کفای زندگیش کار و بار به هر حال وطن است. بهودان هم میگویند یوسف که با مصر پادشاهی میکرد ای کاش گدا بود. چی میگه؟ وطن خوشتر سوسه. اگه در هر جای باشی که در وطن بیگانه باشی گدا هم باشی بیزار از در وطن بیگانه که باید در وطن بیگانه باید که مشغول کار باشی، زندگی خوب باشه، نه اینکه زندگی قشاقخانه کنی در اون وطن مردم. از اون وطن خودت بهتر است که گفتم که مردم ما برحم و دلسوز است. شکرانه پروردگار پنجی امانی. اما وقت دعاگو باشد برای وطن که همیشه آباد و زیبا باشد، آرام و آسوده باشد. کسی که اگر که وطن رو خیلی اگر ندیده باشد مرحمت نه. همون جایهایی که شما
خیلی یادش کرده اید. این کولی کمسمول، کولی کمسمول منو بینید. خیلی ساختمان های بسیار رفته ایستاده است، بسیار آباد شده ایستاده است وطن هم. خلاصه که گفتی همون چی گپا که دم میگیری.